تصور کنید در رودخانه ای شنا می کنید که هزاران سال از تمدنها را زنده نگه داشته، اما همان رودخانه ناگهان به قاتل شما تبدیل شود. من زنده ماندم تا برایتان بگویم تمساح نیل چگونه در یک چشم به هم زدن زندگیم را بلعید و بازگرداند. من پال تامسون همیشه عاشق ماجراجویی بودم. سفر به آفریقا رؤیای کودکیم بود، جایی که حیوانات درنده آزادانه زندگی می کنند و رود نیل مثل شاهرگ زمین جریان دارد. در سال 2010 بالاخره این رویا محقق شد. همراه 2 دوست اروپایی و یک راهنمای محلی به نام جوزف راهی اوگاندا شدیم. ما فقط گردشگر نبودیم، می‌خواستیم رود رو لمس کنیم، نفسش رو حس کنیم و تجربه‌ای به یاد ماندنی داشته باشیم. قایق کوچکمان در دل نیل حرکت می‌کرد. آسمان آبی، خورشید سوزان، پرندگان بالای سر و بوی علف‌های مرطوب کنار رود، همه چیز زیبا و آرام بود. ما می‌خندیدیم، عکس می‌گرفتیم و هیچ کدام حتی یک لحظه فکر نمی‌کردیم در دل همین آرامش یک شکارچی بیرحم در کمین است. جوزف بارها تکرار کرد: نیل خانه تمساح‌های مرگبار است. همیشه نزدیک قایق بمانید. اما گرما نفسگیر بود. آب درخشان زیر آفتاب مرا وسوسه کرد. دوستانم مردد بودند ولی من به آب پریدم. آن حس خنکی بعد از گرما مثل ورود به بهشت بود. آرام شنا می‌کردم و می‌خندیدم. تنها چند متر از قایق دور شدم. همان لحظه سکوتی عجیب همه جا را گرفت. پرندگان ناگهان ساکت شدند. انگار طبیعت نفسش را حبس کرده بود. ضربه‌ای کوبنده از زیر آب. ناگهان همه چیز سیاه شد. چیزی پایم را گرفت و به پایین کشید. آرواره‌هایی مثل آهن، دندان‌هایی مثل خنجر. صدای خرد شدن استخوانم را در زیر آب شنیدم. من گیج و وحشت زده بودم. سعی کردم جیغ بزنم اما فقط حباب بالا رفت. آب وارد ریه هایم شد. افکارم مثل برق رد شدند. این پایان من است. همینجا در دل نیل دفن می شوم. تمساح شروع کرد به چرخش مرگ. تمام بدنم در آب می چرخید. نمی توانستم بالا و پایین را تشخیص بدم. فشار آب، صدای وزوز در گوشهایم، مرگ نزدیک بود. اما چیزی در ذهنم جرقه زد. باید چشمهایش را هدف بگیرم. با تمام توان انگشتانم را در چشم تمساح فرو بردم. حیوان نره‌ای زیر آب کشید و لحظه‌ای فکش شل شد. خودم را به سطح رساندم و نفس کشیدم. اما امید کوتاه بود. تمساح دوباره حمله کرد و این بار گردنم را گرفت. وقتی فکش روی گردنم قفل شد، احساس کردم همه چیز تمام است. در همان ثانیه‌های کوتاه تصویر خانواده‌ام جلوی چشمم آمد. لبخند دخترم وقتی دوچرخ سواری یاد گرفت. دستهای همسرم که بارها مرا تشویق کرده بود. صدای مادرم که میگفت زندگیت را با شجاعت زندگی کن. اشک در چشمانم جمع شد. فکر کردم خدایا نه همینجا، نه هنوز. بازویم را جلو بردم تا فکش سرم را خرد نکند. درد غیر قابل وصف بود. فکهایش مثل تله آهنی گوشت و استخوانم را له می کرد. دوستانم فریاد می زدند. جوزف با پارو به آب می کوبید. صدای او از دور رسید: چشمهایش رو بزن، تنها راه همینه. با آخرین ذره توان دستم را دوباره در چشمش فرو کردم. حیوان ناگهان تکان شدیدی خورد. آب اطرافم موج برداشت و ول کرد. سرم را از آب بیرون آوردم. خون همه جا را سرخ کرده بود. دوستانم با وحشت طناب انداختند. من نیمه جان خودم را به قایق رساندم. وقتی روی کف قایق افتادم فقط آسمان آبی را می دیدم. همان آسمانی که چند دقیقه پیش زیبا و آرام بود، حالا مثل یک معجزه به من لبخند می زد. راه بیمارستان 3 ساعت طول کشید. خونریزی شدید، درد وحشتناک و بیهوشی‌های کوتاه مدت. بارها حس کردم این آخرین نفس من است. دوستانم مرتب صدایم می‌زدند: بیدار بمون، به ما نگاه کن. من در دل تاریکی می‌جنگیدم. می‌خواستم زنده بمانم برای خانواده‌ام. وقتی بالاخره به بیمارستان رسیدیم، پزشکان شوکه شدند. یکی گفت
این مرد باید مرده باشد. این یک معجزه است. ماها طول کشید تا دوباره بتوانم راه بروم. جای دندانهای تمساح هنوز روی پایم هست. زخمی که هر روز به من یادآوری می کند زندگی چند اندازه شکننده است. امروز وقتی کسی میپرسد از چه چیزی بیشتر میترسی؟ جواب من ساده است. از سکوت رودخانه قبل از حمله. من از رود نیل زنده بیرون آمدم، اما هیچ وقت همان آدم قبلی نشدم. فهمیدم گاهی بین زندگی و مرگ فقط یک تصمیم، یک انگشت و یک معجزه فاصله است.